سلام به همه، امیدوارم حال خوبتون عالی باشه. بچه‌ها یه هفته‌ای هست من درگیر خرید یه هدستم. یه هدست گیمینگ که هم قیمت خوبی داشته باشه و هم خیلی کارایی داشته باشه و خفن باشه. تو این چند وقتم هی از این ور برو اون ور، از این پاساژ به اون پاساژ، از این مغازه به اون مغازه. دیروزی که رفیقام بهم زنگ زد گفت کجایی علی نیستی یه هفته؟ گفتم آجی درگیر خرید هدستم. یه روشی به من گفتم نمیشه آجی، اصلا مگه میشه؟ اومدم امتحان کردم، پرام ریخت. یعنی این همه من وقتم گذاشتم از این مغازه برو این مغازه، آقا کدوم هدست خوبه، آقا این چی داره چی نداره. در عرض فکر کنم 1 رو 20 دقیقه بهترین هدستی که میتونستم رو پیدا کردم، حالا برای کارهای خودم. این ویدیو غیر از معرفی بهترین هدست ها آموزشی هم هست. یعنی شما نه تنها هدست گیمینگ بلکه هر وسیله دیگه‌ای که بخواید بخرین میتونید از این روش بهترینش رو پیدا بکنین. یعنی خیلی روش خفنیه. پس آخر ویدیو با من همراه باشید ببینیم که چیکار میخوایم بکنیم. برو بریم. خب برای این روش شما باید بیای بشینی جلوی یه سیستم یا موبایل، خیلی فرق نمیکنه. حالا چون من دارم ویدیو میگیرم اومدم جلوی سیستم. جلوی سیستم که بشینی شما اول چیکار میکنی؟ وی پی ان تو وصل میکنی، میری سراغ حاجیمون چت جی پی تی فارسی و میری سراغ چت جی پی تی. چت جی پی تی شد با میای اینجا بهش چی میگی 10 تا از بهترین، مثلا من دنبال هدست میگشتم دیگه، هدست های گیمینگ. اوکی، من هدست گیمینگ میخواستم. حالا من بودجم چقدر بود؟ زیر 10 میلیون. زیر 10 میلیون. خب تا اینجاش اوکیه. حالا چون ما تو ایران زندگی میکنیم و بعد اون هدست تو ایران و بازار ایران موجود باشه، بعد این کارو انجام بدی. موجود در بازار ایران اینتر میزنی، برات لیست 10 تا از بهترین هدست های گیمینگ با اسمشون، ویژگی‌هاشون و قیمت تقریبیشون رو میاره. یعنی به همین راحتی. میدونی یه حرف باحالی زد دوستم، گفت که تو وقتی میری تو مغازه یا پاساژ آمار هدست یا هر چیزو میگیری، یه وارد کننده یه حجم زیادی از اون وسیله رو آورده، خب سودشه دیگه. و چون یهو فروشش میره بالا، همه مغازه‌دارا میرن اونو میخرن و اونو میفروشن. یعنی شما هر جا بری میگه آقا من این هدست بهترین هدسته. یه پاساژ دیگه یه جای شهر دیگه میری میگه این بهتره. میری یه شهر دیگه میگه آقا این بهتره. خب اونی که موجود داره رو میخواد بفروشه دیگه، پس نمیتونی تو بهترین هدست رو پیدا کنی. میای اینجا میزنی. حالا این مرحله اول. مرحله بعدی میخواد چیکار کنی؟ بس هر چیزی که خواستی رو به این پرامپت سرچ میکنی. نوشته هدست ریزر کریکس ایکس. بعد یه چیز خیلی جالبه بچه‌ها، قیمت‌ها رو براتون میزنه، نمیشه روش حساب کرد. نکتهش اینجاست. ولی برندهای خوبیه. ریزر، لاجیتک، استیل سری، ایسوس، حالا هدست سری دیواپو نمیشناسم، هایپریکس، بوزه. ببین خیلی هدست. حالا ما میخوام یه چند تاشو با هم ببینیم. ببین هدست ریزر کریکس ایکس، شما اینو کپی میکنی. خب میای وی پی ان تو قطع میکنی، یه تب دیگه درست میکنی اینجا به نام چی؟ به نام جیزیکالا. میای تو جیزیکالا. خب میای در قسمت جستجو میزنی هدست، اینو پیستش میکنی، اینتر رو میزنی، هدست رو برات میاره. نگاه، کریکس لایت هدستی که میخوای رو برات میاره. حالا این هدستی که آورده چیکار میکنی؟ نگاه، انواع مختلفی داره. میزنی روش، آقا هدست رو نگاه میکنی، ویژگیاش قیمتاشو نگاه میکنی، بعد میای پایین مشابه هاشو نگاه میکنی چه هدستی هست و فلان و فلان. حالا مثلا کریکس لایت هست. ببین الان اونجا به من گفته بود کریکس ایکس. خب الان اینجا کریکس لایت ما داریم، اسنشیال داریم، کریکن ایکس لایت ما داریم، اینجا اسنشیال داریم. میبینید مدلی که اونجا به ما گفته بود نیست، مدل‌های دیگه‌اش هست که قیمتش فلان. حالا قیمت اینجا چقدر گفته بود بین 4 تا 5 میلیون تومان. اینجا چقدر؟ تقریبا 3 میلیون تومان. حالا
برای اینکه بدونیم این هدستی که به درد ما میخوره یا نه، و مثلا یکی از هدستایی که حالا میخوام بررسی کنیم اینه به درد ما میخوره یا نه. شما میای روی مثلا من میخوام این هدست رو بخرم، خب میای اینجا میای قسمت مشاهده همه ویژگی ها. آقا وزنش چقدره، با سیم جک چی میخوره و توضیحات و این کیفیت. بعد اینا رو شما چی میکنی؟ اینا رو نگاه میکنی فلان فلان اینا. خب حالا چیزی که اینجا مهمه، شما میای روی دیدگاه ها خیلی مهمه تو این بحث، خرید این بحث. 69 دیدگاه رو میخونی، میبینی آقا نوشته چیش خوبه چیش بده فلانه. ببین این امتیازی که اینجا داده شده خیلی مهمه، و اینکه بخونی ببینی در کل صداش خوبه فلانه، 7:1 تقریبا بهتره فلانه، جنس بدنه ضعیفی داره. میای پایینتر میزنه میکروفونش معمولیه ولی خب مثلا کیفیت ساختش باز بد نیست. ببین این نظرها خیلی مهمه. بعد یه جای دیگه هم هست، شما میای رو عکسش میزنی، یه قسمتی داره منم خریدارم. خب اینجا جایی که کسایی که خریدن ازش عکس گرفتن. حالا این خریدار فکر کنم یه دونه کلا مثلا از این خریدارا گذاشته، بقیه همه آره. ببین این عکسش، شما هدستو میبینی، عکسشو میبینی، عکس واقعیشو نه عکس تبلیغاتیشو، خوبی و بدیاشو میخونی. خیلی خوب اوکی. حالا میری چت جی پی تی، بعدیش چی بود؟ مثلا میریم روی این معروف دیگه هم دیدم من اینجا، مثلا ببین الان مثلا تو سریایی که داری نگاه میکنی مثلا لاجیتک پرو ایکس رو ما داریم. من چون کلم میکنم و چون روبروم دوربینه، خب اینو میذاریم، اینو پاک میکنیم، اینو میذاریم، میایم پایین لاجیتک مدل ایکس تنها یه دونه، این 15 ها. حالا این نکته رو نگاه کن، اینجا زده چقدر؟ اینجا زده بین 6 تا 7 میلیون. اینجا چقدر قیمتش؟ اینجا زده 15 میلیون تومان. هدست بازی لاجیتک مدل گوپرو ایکس. مدل چی؟ مدل گوپرو ایکس. اینجا 6 تا 7 میلیونه، اونجا تو بازار چقدره؟ تو بازار 15 میلیونه. پس ببین اینی که من میگم، بعدش میای تو دیجی کارا پیدا میکنی و سرچ میکنی و پیدا میکنی ببینی چقدر اختلاف داره سر این. حالا یه چیز دیگه هم من بگم توی خرید داستانا غیر از چت جی پی تی، یعنی میرسیم. شما میای اینجا سرچ میکنی هدست گیمینگ، اوکی، میزنی میره برسش. بعد اینجا هدست گیمینگ که شما سرچ کردی میای پایین تر، دستبندی کالا نه، یه گزینه‌ای داشت. خب ها ببین هدست ها رو نگاه میکنی، فیلترها، محدوده قیمت، برند، مناسب برای فلان فلان فلان، ویژگی های خاص. خب میای توی محدوده قیمت، حالا چیزای دیگه هم هست، شما اینو میذاری روی از مثلا رفتی سلطان از مثلا 3 میلیون تا من 10 میلیون میخوام بخرم دیگه، هدستی که میخواستم بخرم درسته، تا 10 میلیون. خب شد این هدست فیلتر شد بین 3 میلیون تا 10 میلیون. خب حالا هدست هایی که اینجا داره به من پیشنهاد میده، نگاه اینجا، من از کجا بدونم کدومش بهتره؟ کاری نداره، میاد تو چت جی پی تی به 10 تا هدست معرفی کرده دیگه. ببین هدست هایی که اینجا بهت گفته، ببین چه روش بالیه. اینجا بهت گفته کدومش هست. مثلا کراکن وی تری هست، این کراکن وی تری ببینیم مثلا داریم، مثلا تو 10 تایی که گفته اما کراکن ایکس بود. خب مثلا این الان توش نبود، نیازی نیست من نگاه کنم. میایم پایینتر، ریزر کریا ایکس مثلا هست. این چیه؟ این توش هست، تایتان آرک هایپر کلاس. این هدستی بود که مثلا من خیلی دوست داشتم خودم. الان این هدستی که اینجا هست، ببین چقدر مدل گفته، مثلا ردرگن H858 هست، این جزو بهترین هدست های بازاره. بعد ما اینجا یه ردرگن به ما معرفی کرده بود، بیا بالا هایپر ایکس ردرگن کو بچه ها، ایزر لاتیزیک 4 ایسوس
HyperX کلود 2. نگاه کن مثلا اینجا بود HyperX کلود 2. من دیدم به چشمم همچین هدستیو. خلاصه که میگردی شما این هدست که اینجا موجود داره با نگاه مثلا لاجیتک هست، ردرگنه هست، این لاجیتک هست. الان این لاجیتک به ما گفته کدوم مدلشه؟ جی پرو ایکس. خب مثلا جی پرو ایکس بین این محدود قیمت نیست دیگه، چون بالاتر از 10 میلیون. اونجا به ما گفته بود فلان قدره، اینجا به ما گفته اینقدر. میای اینجا سرچ میکنی، میذاری روی قیمت، حالا قیمت رو یه پلقی هم بیشتر کردی، حالا مثلا خواستی چیز بکنی، اینجا پیداش میکنی. اینجا همه چی هست. اوکی، به همین راحتی شما چه هدست، چه موس، هر چیزی که بخوای اینجا میتونی پیدا بکنی. همینجوری اول تو چت جی پی تی سرچ میکنی 10 تا 20 تا فلان میاری، بعد میای اسمشون رو سرچ میکنی ببینی اصلا تو بازار موجود هست، میری عکسشون نگاه میکنی، نظرسنجی ها نگاه میکنی. اگر از اونها خوشت نمیاد میای اینجا فیلتر رو میذاری رو قیمت، گزینه هایی که بهت گفته بود و میتونی مثلا نگاه کن. مثلا به من اینو گفته آقا مثلا از اون مدل نه، من از این مدل مثلا این ریزر خوشم اومده. خب خیلی ساده است. مدلش چیه؟ کراکن وی تری. خب من اینو چی کنم؟ هدس. آره دیگه این وی 3 اینو کپی میکنی میاد تو چت جی پی تی، میری وی پی ان تو فعال میکنی، میای اینجا میزنی که هدست فلان و اسمش میدونیم برام توصیف کن و بگو ارزش خرید داره یا نه. تمام. میزنی بله هدست ریزر کراکن وی 3 یکی از مدل‌های محبوبشه، فلان. حالا ویژگی هاش چیه؟ فلان. این کاملا بهت توضیح میده و حالا داره توضیحات مثبتش میده. اتصال سیمیه مثلا، آیا کیفیتش خوبه، راحتیش خوبه. اول داره میگه قیمتش هم مثلا متوسط رو به بالا. جنبندی هدست خوبیه، به دردت میخوره، این ویژگی‌ها رو داره، این ویژگی. حالا مثلا میگی نقاطه، خیلی راحت ضعفشو بگو. تمام. میای با میستی همونطور که برای نقاط اتصالش سیمیه مثلا یکی از نقاط ضعفش. اسید هفته پشتیبانی نمیکنه، حجم نسبت زیاد، وزن کمی سنگین. نگاه کن کاملا الان این هدست اینجا بود دیگه، این هدست 7,700,000 قیمتشه. شما اینجا میای مثلا نگاه کن الان معرفیش داره میکنه، مشخصاتش اینجا نوشته. ببین تو مشخصاتش ننوشته که فلان و فلان و فلان، این بده این خوبه، خوب و بدیاشو نمینویسه. خب بعد شما میای اینجا روش کلیک میکنی، نگاه الان این خریداری نشده. خب وقتی اتیدی که خریداری نشده و عکسش نیست توی دیجیکالا، سمتش نری بهتره. خودش زده محدود قیمت رو بهت معرفی کرده ولی سمتش نمیری. آقا اینم از این ویدیو. شما هر چیزی که لازم داشته باشی میتونی از این روش. منم بهترین هدستی که به دردم هم میخورد همینجوری پیدا کردم، میخوام برام فردا پس فردا بگیرم. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین و اینکه هر چیزی که خواستین بخرید از این روش برین، خیالتون هم راحت، هی از این ور به اون ور نرین. میتونین برین یکی دو روز سرچ کنین ولی مثل من یه هفته خودتون رو درگیر نکنین. آقا دمتون گرم، لایک و حمایت و سابسکرایب جایتون نره. مرسی.